سلام عزیزانم، امروز بازم یک داستان ترسناک بر شما آوردیم. انشالله که مورد پسند شما قرار بگیره. سلام، اسم من مریم است. من دختر کوشه‌نشین هستم. یکی دو تا دوست بیشتر ندارم و عاشق تنهایی هستم. زمانی که از مکتب فارغ شدم دیگه مصروفیت خاص نداشتم. با دوستای من بیرون نمیرفتم. آنها زنگ میزدن میگفتن بیا بیرون، میگفتم نه. یک قسم از پیششان در میرفتم چون دوست نداشتم بیرون برم. لذا تمام وقت من صرف پایین و بالا رفتن در فضای مجازی میکردم. یک روز یک سایت به نام طلسم جادو که توجه مرا به خود جلب کرد پیدا کردم. وقتی سر زدم دیدم آموزش میتن. منم که ماجراجو بودم ثبت نام کردم و بعد از 3 ماه شاگرد ممتازشان شدم. یک روز با خود تصمیم گرفتم چیزایی که یاد گرفتیم بیا یک امتحان کنم و یک رو اظهار کنم. رفتم و مواد خریداری کردم و شب منتظر ماندم تا پدرجان و مادرجانم بخوابم و من کار خود انجام بدم. وقت اونا خوابیدن منم کارم شروع کردم. تمام کارها و دعاهایی که یاد گرفته بودم و خواندم و کارها را انجام دادم. ولی از هیچ روی خبر نبود. نزدیکای صبح بود خوابیدم. اتفاق نیفتاد. فردا شب وقت خوابیدم در خواب یک جوان خیلی زیبا رو دیدم که مرا نگاه میکنه و به طرف من لبخند میزنه. وقت صبح بیدار شدم زیاد حالم خوب بود. ولی گفتم یک خواب بود و تمام شد. ولی این خواب حال من خیلی خوب کرده بود. حس بسیار خوب داشتم. وقت شب خوابیدم دوباره اون جوان را خوابیدم که بازم بسیار با محبت طرفم نگاه میکنه. وقت متوجه شد که منم باش علاقه نشان دادم و نگاه میکنم. طرفم آمد و گفت سلام. گفتم سلام. گفت اسم من جنور هست. گفتم چقدر اسم جالب. گفت بله اسم من جنور است. منم گفتم اسم مریم است. با هم خیلی خوشحال بودیم. قدم می زدیم. در یک جای بسیار سرسبز و زیبا بودیم. بیدار شدم بازم خوشحال بودم که اونو دیده بودم و این خواب بسیار زیاد با واقعیت نزدیک. عین مثل واقعیت بود. دیگه شبها زود می خوابیدم که هر شب بتانم خواب او را ببینم و هر شب که می خوابیدم خواب از او را می دیدم و ما هر شب با هم بودیم و بسیار خوشحال بودیم و یک قسم عاشق هم شده بودیم. یک شب برش گفتم کاشی خواب واقعیت می داشت. جنور اون شب بر من گفت اگه بخوای واقعیت هم می شود. گفتم چطور؟ گفت این طلسم هایی که برات میگم فردا انجام بده. من حاضر میشم. صبح وقت بیدار شدم او طلسم خواندم. یعنی او طلسم دانه به دانه در حافظیم قسمی که کپی شده باشه هم دیگه چی شده. وقتی طلسم خواندم و کارایی که گفته بود انجام دادم در اتاقم تنها بودم. کم ترسیدم و یک بارگی دیدم کسی پشت سرم است. وقت ظاهر شد دیدم عشقم بود. گفتم عشقم تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی خوابی که دیده بودم واقعیت داشت؟ گفت بله خوابایی که میدیدی واقعیت داشت. گفت نه ترس عشقم من به تو آسیب نمیرسانم. بعد از اون ما خیلی با هم دیگه خوشحال بودیم. خیلی عاشقش بودم ولی هیچ وقت ازش پرسان نمیکردم که تو چی هستی کی هستی چون من قدر عاشق از او بودم که اصلا به خودم اجازه رو نمیدادم یا شاید اصلا در ذهنم تصورش نکردم. ما شبها را روزها را با خانواده و شبها را با جنور سپری میکردم. زندگی خیلی برام شیرین شده بود. یک شب برش گفتم جنور من عاشقت هستم میخوایم با تو ازدواج کنم. جنور برام گفت من یک جن هستم ولی درست از عاشق تو هستم. تو مال من هستی اما من یک جن هستم و تو یک انسان. وقتی این حرفاش شنیدم نمیدانم چی بگویم. آیا زیاد ناراحت شدم یا خوشحال بودم؟ البته که خیلی خوشحال بودم چون من عاشق از او بودم. و بعد از این دیگه من کاملا در اتاقم می بودم یعنی با جنور. مادرم فکر میکرد که دیوانه شدیم. یک روز جنون آمد و گفت مریم جان من برای یک مدت باید ازت دور باشم چون قبیله من خبر شده که میخوام با تو ازدواج کنم. آنها عصبانی شدن. بعضی کارهاست که باید انجام بدم. حلش که کنم دوباره برمیگردم. گفتم جنون من که بدون تو زندگی نمیتونم.
پیشانی ما بوسید و گفت من برمیگردم مریم جان، هیچ وقت تنهایت نمیگذارم. اون روز جسور ناپدید شد و برای چندین روز ندیدمش، نه در خواب و نه در بیداری. مثل دیوانه ها شده بودم. زندگی برام لذت نداشت. یک روز که خیلی ها خسته بودم و خیلی گریه کرده بودم، جنور نزدم آمد و یک آدرس برام داد و سریع غیب شد. یک کلمه حرفم با من نزد. من که عاشقش بودم چیز جز جنور دیگه چیز نمیخواستم. عشق جنور چشمای مکور کرده بود و جز جنور هیچ چیز دردم آرام نمیکرد. فردا صبح زود به آدرسی که جنور برام داده بود رفتم. در زدم. در یک زن با موهای سفید که خیلی نورانی بود در باز کرد. سلام کردم و گفت مرا جنور فرستاده. اون زن گفت میدانم، بیا داخل. رفتم داخل. در اتاق تاریک. گفت هر اتفاقی که افتاد احساس ترس نکن، زیرا جنها برای تو در اینجا آسیب رسانده نمیتونه. و یک حرف دیگه هم این پیرزن بر ما گفت که جنها از ترس انسان تامین انرژی میکنه. بعد از خواندن دعاها اتاق سنگین شد و من کوشش میکردم که قوی باشم و نترسم. و اون قبیله جنها حاضر شدن و بعد از گفتگوی زیاد به هیچ نتیجه نرسیدن. و پیرزن به من گفت دخترم، جنور تو را بسیار دوست داره. به خاطر تو با این قبیله جنها زیاد جنگید، ولی اینها قبول نکردن که هیچ طور هم تسخیر کردن. از اون روز به بعد کابوس های وحشتناک من شروع شد. غم عشق یک سوی، این کابوس ها سوی دیگر. زندگیم به جهنم تبدیل شده بود. آرزوی مرگ میکردم. همیشه تنها آرزوی می بود که یک بار دیگر هم جنور ببینم. زیاد لاغر ناتوان شده بودم. از غم عشق می سوختم. مادر و پدرم و مردم همش فکر میکردن من دیوانه شدم، ولی نه. حالا هم در یکی از بیمارستان‌های روانی به سر هستم. هیچ حال خوب ندارم. تنها چیزی که حالم خوب میکنه جنور است. اونم ترک عشق ما کرده. حتی در خوابم هم نمیبینمش. نمیدانم او در چی حال است. شاید شما بگویید مگر انسان عاشق جن میشود؟ بله، من شدم و تمام جوانیم هم به فنا رفت. نمیدانم آیا جنور با احساس من بازی کرد یا واقعا عاشقم بود و در عالم خودش زندانی شده با جرم عشق یک انسان. نمیدانم. هیچ وقت نمیتوانم فراموشش کنم، چون با جنور یه دنیای ساخته بودم که نمیتونم با کس دیگه بسازم. جنور هر آرزوی مرا پوره کرد بجز آرزوی عروس شدن من. چطور میتونم فراموشش کنم؟ همه میگن دیوانه شدی، ولی نمیدانم کی به ما باور کنه. تمام این داستانی که نوشتیم واقعیت داشته. داستان من خیلی طولانی بوده، ولی من کوتاه نوشتمش. من مدت چند سال با جنور بودم. ما واقعا عاشق هم دیگه بودیم. او هر آرزویی که میکردم و پوره میکرد. او مرا در عالم خواب به دنیای خودش میبرد. ما با هم دیگه یک دنیای کوچک ساخته بودیم. ما با هم دیگه خیلی خوشحال بودیم. ولی او رفت و دنیای ما ویران شد. آرزوهای من برباد شد. این است داستان عشق یک انسان با یک جن. پایان داستان.